آدمی بی نماز حکومت خداوندی را چیکار کرد؟ جنایت کرد. نماز نمیخونه، فرمان پروردگارش نمیبرد. خدا گفته ایستاد از حکیم الصلات، بنده خدا من تو را آفریدم، من بالای تو حکمران هستم، من بر تو نعمت دادم، چشمهای بینا دادم، دستهای گیرا دادم، زن دادم، فرزند دادم، خانه دادم، ماشین دادم، میوه های شیرینی مرا تو خورده ایستاده ای. نماز بخوان. وقتی نماز نمیخوانیم آیا حکم خداوند اجرا نکردن ما جنایتکار حساب نمیکنیم؟ ما جنایتکار هستیم در نزد پروردگار. روز می شود که ما و شما را پروردگار برای بینمازی در محکمه سودی خود میکشد، لیکن نه این گونه. این زندان ها خیلی خفیف هستند، خیلی ساده هستند و راحت زیاد دارند، لیکن خداوند به ما و شما در قرآن چی میگه؟ سوره حاقه: خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه ثم فی سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلکوه. این بنده بدبخت، این انسان بینماز